عادت و کار دائمیش هر زنی را که در قد کوچه و محله میدید از او اون عمل زنا را طلب میکرد. نماز قضا کردی و کار کرده ساده‌ای، هر درآمدی که همون لحظه برای تو بیاید والله قسم او پول برای تو حرامه. و ای زن چقدر زیبا و نورانی هستی، به هر چیزی به هر نوع قیمتی بخواهی من راضی هستم که به تو. نماز خون زنا میکنه والله این نمازش از تحت دل نیست. این مردی با سری راش گرفت، این پیشنهاد جناب پیغمبر از زن براش گذاشت. ای بی نماز تو دوست خدا نیستی. من این را از خودم نگفته ایستادم، از من خفه نشه برادری بزرگوار. در تفسیر این آیات محدثین یک حدیثی زیبایی را مثال آوردند. در دور و زمان جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیت زناکار بود، یک انسان زنا کننده بود. عادت و کار دائمیش هر زنی را که در قد کوچه و محله میدید از او اون عمل زنا را طلب میکرد. روز این مرد زناکار بر راه میگذشت، یک زن صالحه را دید، سر و بدن محکم، حجاب در سر، دید از تگ حجاب و چادر وی نور ایمان میدرخشد. این مرد بدبخت، این زناکار سر راه این زن را گرفت. و ای زن چقدر زیبا و نورانی هستی، به هر چیزی به هر نوع قیمتی بخواهی من راضی هستم که به تو برسم به تو زنا کنم. این زن خیلی ناراحت شد چون که صالحه بود. این زن آمد به خانه نزد شوهر و شکایت کرد، گفت فلانی زناگاری بدبخت از من این عمل زنا را طلب کرد. این شخصیت آمد نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکایت کرد، گفت یا رسول الله فلانی بدبخت از زن من این عملی بد و حرام طلب کرده است، آیا من چی جواب بگم؟ جناب پیغمبر یک توصیه و نصیحت زیبای براش کردن. گفتن رو برای زنت بگو اگر این مرد یک بار دیگر به زنت ملاقات کرد، روپرو شد، این عمل پرسید، براش یک شرط بگذاره. بگه ای مرد اگر 5 وقت نماز را 40 روز به جماعت در مسجد بخوانی من تیار هستم که هر چیزی تو میخواهی دل تا به خواهش مقصدش برسانم. از بین چند مدت گذشت، این مرد با در کوچه میگذشت، زن میگذشت که این مرد دید، با سری راهش گرفت. این پیشنهاد جناب پیغمبر از زن براش گذاشت. گفت که ای مرد اگر تو بخواهی که به من برسی یک شرط دارم، 40 روز 5 وقت نماز به جماعت در مسجد میخوانی. از بس که این زن خیلی زنی زیبا بود، این مرد میگه طهارت کرد و راهی مسجد اختیار کرد، مسجدی و نمازی شد. روز به روز رفته برفته پیغمبر بزرگوار چهره این مرد نگاه میکرد، آهسته آهسته در چهره ای نور ایمان پیدا شده بود، شعله میزد، تجلی میکرد نور ایمان. جناب پیغمبر دوباره شوهر این زن گفت که زن تا براش بفرم، اگر 10 دیگر دید این شرط با براش بگه که ای مرد اگر این شرط من بجا بیاری من در وعده تیار هستم. چه از بین میگه 10 روز 15 روز گذشت، با ملاقات کرد. این زن گفت که ای مرد اگر این شرط من بجا بیاری من در وعده تیار هستم. این زن میگه من نگاه کردم در پیشانی این مرد عرق حیا پیدا شد، شرمناک شد، عزا کشید از این سخنی که زن براش گفت. مرد میگه سر خم کرد، آهسته رفت. از بین 25 روز گذشت، 30 روز گذشت، دویم باره ملاقات کرد. این زن گفت ای مرد اگر این وعده را بجا بیاری، این شرط بجا بیاری من در وعده تیار هستم. میگه مرد گفت ای شخصیت گفت بجای خواهرم باشی، سیره که بین من و تو گذشت غیر از الله رب العالمین دیگر کس نمیدانه. من از تو بسیار التماس دارم که این سیری من در بین مردم آشکار نکن. من نمیدانم که در نزد خداوند خیلی سربلند میکنم، با این قدر گناهگاریم. من نو لذت نماز و عبادت احساس کردم، هرگز نزد کسی این سخن نگو. این شخصیت میگه صالح شد، اصلاح شد، از راه زناگاری و فحش و فاحشگی باز ایستاد.
برادری بزرگوار، قسم به عظمت و جلال الله، اگر نمازخوانی حقیقی و واقعی باشی، خداوند تو را از هر نوع گناه باز می‌داره و معن می‌سازه. سببی که امروز نمازخوان زنا میکنه، والله این نمازش از تحت دل نیست، نمازش همچون خودنمایی هست. نباشه نماز اگر به حضور دل، به خشوع و خضوع و به خواسته رضای خدا باشه، انشاءالله که او شخصیت از همه نوع گناه باز می استه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند: ثلاث من حافظ علیها فهو ولی الله حقا و من ضیعهن فهو عدو الله حقا. تن سه چیزی هست که هر شخصیتی که این سه چیز را در حیات داشته باشه، او دوستی حقیقی الله است. هر شخصیتی که سه چیز در حیاتش نداشته باشه، او دشمنی حقیقی الله است. اینها چی هستند برادران عزیز؟ پناه به خدا، پناه به خدا از اون لحظه ای که انسان دشمن خدا شود. بگذار خداوند تو را دوست نداره، اما پناه به خدا که خداوند تو را دشمن بدانه. دشمنی به خدا خیلی گناهی بزرگ و نابخشیدنی هست. یکمین چیزی که انسان به دوستی خدا میرسانه، پیغمبر بزرگوار گفتن الصلاة، این نماز است. نماز است که انسان به محبت و دوستی الله میرسانه. دویمش و صوم و صیام، دویمش روزه ماه رمضان. ای روزه خور، تو دوستی خدا نیستی. ای بی نماز، تو دوستی خدا نیستی. من این را از خودم نگفته ایستادم، از من خفه نشه برادری بزرگوار. پیغمبر بزرگوار برای من شما گفته ایستاده است. و سیوم چیزی که انسان به دوستی خدا میرسانه، والغسل من الجنابه، غسل کردن از جنابت. انسان از حالت جنابت خودش پاکیزه بگردانه. هر انسانی که این سه چیز داشته باشه، دوستی خدا هست. هر شخصیتی که نداشته باشه و دشمنی خدا هست. برادران عزیز و بزرگوار، در جای دیگر رب العالمین می فرماید که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل است، ویل باد برای نمازخوانها، همون نمازخوانهایی که نسبت به نماز بی پروا هستند، همون نمازخوانهایی که نماز قضا میکنند، همون نمازخوانهایی که نماز یک چیز عادی میدانند. امروز اکثری از مردم ما در حالت کارش نماز قضا میکنه. برادری بزرگوار، همون لحظه ای که نماز قضا کردی و کار کرده ساده‌ای، هر درآمدی که همون لحظه برای تو بیاید، والله قسم او پول برای تو حرام است. اون پولی که در حالت نماز قضا کردن، نماز قضا میکنی میگوی بیگه در خانه میخوانم، او پول برای تو حرام است. در یگان حالت و صورت نیست اجازت برات که نماز ترک کنی. زی معذوری اجازت روزه خوردن، نماز را نیست اجازت تا بمردن. تا مردن اجازت نداری برای نماز قضا کردن. برادری عزیز بزرگوار، ویل چی هست؟ الویل وادی فی جهنم. جناب پیغمبر گفتن ویل یک پستی و یک جای خیلی دشواری و مشقتی هست در دوزخ. از همه پسترین جای دوزخ ویل است که چرک و زردابی دیگر دوزختی ها در اون ویل می چکیده است. این جایی کی بود؟ از جای شخصیت هایی که نسبت به نماز بی پروا هستند. دیگر حالتی که رب العالمین انسان های بی نماز بیان کرده است، در روز قیامت خداوند بچنان برای جنتی ها و دوزختی ها حالت نمایان میکنه که جنتی ها حالت دوزختی ها را میبینند. چی نوعی که ما امروز این تلفن ها برآمده است، از این وطن به دیگر وطن هم دیگر دیده صحبت میکنیم. جنتی ها دوزختی ها را میدیدند، چقدر عذاب سخت دارند، چقدر ناراحت هستند. میپرسیدند ما سلککم فی سقر. جنتی ها میگفتند ای انسان های دوزختی، چی چیز شما را دوزختی گرداند؟ چی چیز سبب شد که شما دوزخ رفته؟ چی چیز شما را به عذاب دوزخ مبتلا گرداند؟ برادران بزرگوار، این جملهش اهمیت بده. چی جواب میگویند؟ چی جواب میگویند دوزختی ها؟ ما با چی خاطر دوزختی شدیم؟ قالوا لم نکن من المصلین. میفتن سببی که
ما دوزختی گردیدیم سببش این بود که ما نماز نمیخواندیم. نعوذ بالله. سببی که ما امروز به این عذاب دوزخ مبتلا شدیم سببش این است که ما در دنیا نماز نمیخواندیم. برادر بزرگوار، ای شخصیتی که نماز نمیخوانه این جمله را خوب اهمیت بده که جنتی ها با دوزختی ها صحبت میکردن، میپرسیدن با چه خاطر دوزختی گردیدی؟ جواب میگفته که سببش این بود که من نماز نمیخواندم. رب العالمین فایده های نماز برای ما بیان کرده است. میفرمایند اقیم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز را ادا کنه، نماز را برپا بداره، نماز شما را از فحشا و منکر منع می‌داره. نماز بخوانه، نماز شما را از فاحشگی، از زناکاری، از میزدگی، از یعنی دیگر نوع گناهایی که امروز درد جامعه مسلمان ها شده است، نماز شما را باز می‌داره. این همه ناپاکی و بد اخلاقی که در جامعه پیدا شده است برادران بزرگوار از روی بینمازی هست، از روی ناپاکی هست. نماز انسان اصلاح میکنه، نماز انسان نورانی میگردانه. چراغی خانه گور از نماز است، دو چشم و روی پر نور از نماز است. تنها نماز است که نورت میبخشه برادر بزرگوار. جناب پیغمبر گفتن نماز روشنایی چشم من است، نماز نور بخشنده چشمان من است.